سلام علیکم. علیکم سلام. کیستی؟ فروشنده ایزار؟ میخواستی که باشه. دلت هوای گوش کرده ها؟ این سیخا چند است؟ همه آنها 2 درهم. نصف آنها چه؟ گوش کن، آنچه در جیب داری ببینم. تو چه میکنی ای عبید؟ سهم خود را از کباب برمیدارم. ولی همچنان 4 سیخ بر روی آتش هست. این را میدانم. تو داری چه چیزی را میخوری؟ یک قرص نان که در جیب خود گذاشته بودم. آن نان با کباب چه ربطی دارد؟ یعنی کباب از آن خانواده‌ات و دودش از تو؟ ولی ما در این باره هرگز توافق نکرده بودیم. تو از چه چیز صحبت می‌کنی؟ از دودی که به نانت آغشته کرده خوردی؟ به گمانم شوخی میکنی. من در این گونه امور با کسی شوخی ندارم به هیچ وجه. 4 سیخ کباب منو بده ببره. پول آن می شود 1 درهم و 2 دانیق. 2 دانیق دیگر چیست؟ ما به 1 درهم توافق کردیم. 1 درهم بهای این 4 سیخ است. 2 دانیق را به خاطر دود کباب می پردازید. پس کی برای دود کباب پول میگیره؟ از وقتی که سهم تو از کباب شده دود کباب. 1 درهم مرا بده. ما امروز کباب نمیخواهیم. چنین کن. اما 2 دانیق بهای دود را به من بده. ابا یوسف قاضی را آورده قضاوت کنند. من اسب زیر را سلام علیکم. او قضاوت میکنه. جز این ابله کسی را برای قضاوت نیافتی؟ برعکس بگو بهترین قاضی بغداد را آورد. من احمق از شما 2 نفر ندیده. گوش کنید، من ابا وهب را به عنوان قاضی قبول دارم. اگر تو او را برای قضاوت قبول داری به خودت مربوط است. اما من حاضر نیستم کسی برایم قضاوت کند که به جای اسب که چوب سوار می شود. موضوع را تمام کن عبید. حق این مرد را بده. زود باش. تو داری این را میگویی ای داروغه؟ او چه حقی دارد کسی که برای دود کباب از من پول میخواهد 2 دانیق؟ 1 درهم تو مصادره می شود تا زمانی که آن 2 دانیق را بده. ولی قبول کردیم که کسی بین ما قضاوت کند. آره قبول کردیم، ولی نه اینکه بهلول بین ما قضاوت کند. نه همین که قبول کردی کسی بین شما قضاوت کند کافیست. اگر نپذیری موضوع به خلیفه خواهم گفت. آبی 2 دانیق را بده به من. وای بر توی ابا وهب. گفتم 2 دانیق را بده به من. به تو میگم. باشه بفرما. من قضاوت ابا وهب را میپذیرم. ای ابا وهب دور شو. اکنون که به قضاوت من راضی شدی پس گوش کن. آیا گوش صدایی را میشنود اکثر؟ گوش من چه ربطی به این موضوع دارد ای ابا وهب؟ قاضی حق دارد سوال کند و 2 طرف جواب موظفن جوابگو باشد. جواب بده اکثر. آری اکثر بگو آری صدا را میشنم. آری صدا را میشنوم. تو چه صدایی شنیدی اکثر؟ معلوم است صدای 2 دانیق را شنیدم. صدایی را که شنیدی در واقع قیمت همون دود کباب توست اکثر. از که تا به حال صدای سکه بهای دود کباب است. از وقتی که بهای دود کباب تو 2 دانیق شده. بگیر ای عبید، این 2 دانیق توست. با خاطری آسوده میگویم که من بین شما 2 نفر به حق قضاوت کردم. اکنون هر یک از شما به حق خود رسیده است.